سلام، خوش اومدید به اولین ویدیو چنل من. توی این ویدیو میپردازیم به اینکه من کیم و مپ‌های اکسپی چطور کار میکنه. همینطور که میدونید اسم من کیانه و دارم محتوای فورتنایت فارسی تولید میکنم. من میخوام سریعتر به 1K برسم تا بتونم کریتور کد خودم رو دریافت کنم و بتونم مپ‌های خودم رو پابلیک کنم تا حداقل کامیونیتی فارسی یه مپ اکسپی ساز داشته باشه. حالا بی خیال این کاره، بریم سراغ اینکه هر مپ اکسپی چطور کار میکنه. هر سازنده مپ اکسپی موقع ساخت مپ باید یک دستگاهی رو اضافه کنه به نام اکولید دیوایس. کار این دستگاه چیه؟ این دستگاه عملا میاد مشخص میکنه که پلیر که ما باشیم با چه کاری باید اکسپی جمع کنه. مثلا گرفتن آیتم، زدن دکمه‌های مخفی توی مپ و شلیک کردن به یه سری آدمک یا هدفهایی که برامون مشخص شده. البته داخل اکولید دیوایس باید مشخص شده باشه که مقدار دریافتی اکسپی از این تست چقدره. مثلا باید مشخص شده باشه که اگه من به اون آدمی که 100 متر اونورتر وایساده شلیک کردم چقدر اکسپی دریافت میکنم، 500 تا 1000 تا 2000 تا یا شاید خیلی بیشتر که معمولا همون 500 تا یا 1000 تاست. البته میبینید که بعضی مپ‌ها بعد مدتی استفاده دیگه کار نمیکنن و بهتون اکسپی نمیدن. این به این دلیل نیست که اکولید دیوایس غیر فعال شده یا از کار افتاده. به این دلیله که هر مپ کریتیو یک سقف روزانه اکسپی برای دادن به هر پلیر داره. یعنی هر مپ میتونه روزانه 500K 400K یا 300 تا یا شاید هم خیلی کمتر به هر پلیر بده. یه سیستم دیگه وجود داره که داخل مقدار دریافتی اکسپی شما موثره به اسم سیستم داینامیک. این سیستم مقدار اکسپی دریافتی شما رو محاسبه میکنه. رو هوا که محاسبه نمیکنه، یه سری معیار داره که الان بهتون میگم، ولی قبلش ویدیو رو لایک کنید و چنل رو ساب کنید تا سریعتر به هدف یکامون برسیم. معیارهاش بر اساس فعالیت شما در مپ و AFK نبودن شماست. البته تعداد اکولید دیوایس های فعال توی مپ بی تاثیر هم نیست. این بود از چگونگی کار کردن مپ‌های اکسپی. حالا چرا اصلا اون طراح مپ بعد بیاد اکسپی مفت بده وقتشو که از سر راه نیورده؟ بذار بهت بگم چی بهشون میرسه که این کارو میکنن. معمولا مپ‌هایی که میریم توش اکسپی جمع میکنیم یه مپ 1v1 یا فایت باکسه. اون هدفشون اینه که این مپ‌های 1v1 یا فایت باکسشون رو پابلیک کنن و نیاز دارن که 3000 نفر یا شاید هم خیلی بیشتر به مدت 15 دقیقه، نیم ساعت یا یه ساعت توی مپشون بازی کنن. اونا به وعده اکسپی مپشون رو به شما معرفی میکنن. شما هم که میری 15 دقیقه پشت اون تایمر وای میستی تا بتونی بعدش اکسپی جمع کنی، اونا رو یک قدم به پابلیک کردن مپشون نزدیک میکنی، وگرنه هیچ سود مالی براشون نداره. خب ویدیوی امروز هم تموم شد. امیدوارم که به کارتون اومده باشه. تا ویدیوی بعد ساب کنید تا به 1K برسیم.